سلام رفقا، چطورین؟ خیلی خوش اومدید ویدیو جدید. امروز اومدیم با هم دیگه با یه بازی ایرانی دیگه به نام پوکه که 1,000,000 نصب داشته و کاراکتر ابوالفضل ایکس مستر هم توشه، که مطمئنم همتون میشناسینش. اینه همونطور که حال میکنید من توی هخامنشی ام. آره این بازی تمم داره و اینکه بیرون مطالب میبریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید بازی تم داره، تمای مختلف داره که تم اصلیش اینه، ولی شما میتونید بذارین رو هر چی که دلتون میخواد، ولی من میذارم رو هخامنشی. دوستان شما اینجا رو داشته باشید، بازی 21 کی کاراکتر داره. راست میگی؟ جالبش اینه هر کدوم از این شخصیت دوستان قابلیت مخصوص به خودشونه دارن. مثلا روبوداک کارش اینه که مثلا یکی هیل بده یا ضربه بزنه. مثلا میتونه هم به رفقاش هیل بده هم ضربه بزنه. خب دوستان میریم تو مود شکار و وارد بازی میشیم. خب یا ابوالفضل بچه بازی کلا پلیر قوی خیلی داره، زیاد. برای سر همشون جایده هم برو بریم. با پینگم نره بالا یه دقیقه. من پینگم بالا بره بعد میشه اینجا. ای وای این فکرم خرکیشونه، این خرکیشونه آجی. وای همه قوی هن. دوستان شما میتونین کاراکتراتون رو لول اپ کنین. اینا نمیدونم بگم، میتونین قویشون کنید، لول اپشون کنید. اینجوری نیستش که ضعیف باشن، شما میتونین قشنگ قدرتشون رو زیاد کنید. ولی الان دیگه شخصی شد. حالا من یه ذره کمتر حرف میزنم که شما گیم پلی رو کامل داشته باشید. این کو یکی اینجا بودم. ها بیا اینجا ببم. نه دقیقا یک کیل باید تو این بازی بگیرم. ای چطوری مردم از دست این آجی؟ خیلی بای چطوری دست این مردم. البته اینو بگم من خیلی وقت با این کارت بازی نکردم، خیلی وقت بازی نکردم و تقریبا میشه گفت یو من یس برو. خب برو. یس بینجلو خونه صورت هم میکه. بینجلو فکر نه. همش هم اینو زدم آجی. برای آقا با هر کدوم این کاراکتر یه دست بازی میکنیم که قشنگ گیم پلی همشون رو داشته باشید. هم دوباره بازی. نه نرو. اوه پشمون آجی. اگه بتونم همین اول ببرم خیلی خوبه. وای ولم کن وای سی با چی میکنم. عمرم مثل اینکه دوستان امروز روز ما نیست. یا ابوالفضل چقدر کشت آجی. یس اینجا آجی. البته اینم قویه و اینم یادم بگم دلخور نشه. پشمون. خب متاسفانه همین اول کاری آخر شدیم و باختیم و ضایع شدیم. با کی؟ با 6. بده 6. با 6 میریم تو چیز. یس. خب امیدواریم این دست بتونم ببرم. با 6 مخصوصا. برو بریم. زندگی مثل مسابقه است، باید بجنگی. بیاین جلو. بیاین جلو. یس. وای پشمام چی زدم. خیلی وقت با 6 بازی نکردم آجی. آجی اگه بتونم اینو بزنم خوبه. بیا اینجا یس.
کاپیتانه. آره 6 سلطان پوکه. یس بمیر. نه بابا مزان در نرو. اما خرم کنی. اوه شیت. نه دلشو فهمیدم. هی وایستید منم برم. بگو بر من گوش خوردم. نه چه چالشون باید در همین بیجا میگه کار دارم. یکی دیگه هم گرفتیم. بابا مزان در نرو. بابا ول کن این ناموسه. چه گیری دادی حالا تو به من؟ بیا برو. هی وایستید منم برم. خدا این دستی جبرانی بشه. یس چه توتوجی دن شیش کاپیتان. پشمام هنوز اولم. ول کن. برو دور شو. من نکشتم غلط کردم. ای وای حاجی چقدر یهو کیل میگیرن اینا. حاجی نبازیم ناموسن زشته. خدا وکیل ناراحت میشن اگه ببازم. حاجی وای هی وایستید منم برسم. حاجی نزدیک اسپانم کن بازی. چرا اینجا نزدیک؟ حاجی من یه دونه با بکشم. من حالیم نیست. من یه دونه میزنم اینجا. شاید بد زد آلفاش. من خودم نمیدونم چی آلفا رو میزنم. وای بخواب. فرض کنم دقیقه آخر بتونم دووم بیارم. پشمام. یس حاجی ایگلش یه دونه میکش. من الان میگفتم پاس نمیدم فقط گل میزنم. یس تونستیم این دست جبران کنیم خدا رو شکر. حالا میریم با یه کاراکتر دیگه. کاراکتر بعدی که میخوایم بریم سراغ شناب آقای سیسیله که این بار میریم تو مود تیمی با این آقا بازی میکنیم. بعد از اونم میریم سراغ روبوداک یا علی فیجیل 500 دارن. با همه کاراکترها بازی کنم ولی اگه نشد بقیه شد پورت بعدی براتون میرم. یس دوستان اگه میخواین جزئیات بازی رو بیشتر بدونید حتما حمایت کنید. با لایک و اینا حمایت بکنید تو که من بفهمم. ما این پارت اول این بازیه فقط چیز میکنیم گیم پلیم. فعلا گیم پلیم. بمیر. این چرا پشت دیواره؟ فاز این چیه آجی؟ آجی یک کیل جلوان. چرا آجی اینو ریوایو بده. نکن. گود بای. ای بای آجی من جونم چقدر کمه. ایچ پی منو باش. گود نه ناموسم بده اونو من بگیرم. دمت گرم. یس پشمام همه رو زد. برو ریوایوش کن. من اینجا دارم مثل شیر رو مثل کوه اینجا. این هم سهم تو که البته سهممو گرفتم. آجی خوب بردیم ها. پشمام. دارم میام برای ریوایوت مرد. نمیرسم برش کن. چی پیگیری هستی؟ برو اون بر زایه شدی. اچ پی گرفتم. ای وای دن سریبسو. آجی الکی مفتی کیل نگیرن. رگوار بستم بهشون آجی. حالا لعنتی خب بمیرین دیگه. آجی بمیر جان من. یس نمیرین حاجی. نمیرین که میتونیم کامبک بزنیم. فقط نمیرید. وایسا دارم میام برای ریوایوت مرد.
تموم شد بنازم. جناب آقای روبوداک، فقط من بزن اینو بگیرم. خب بریم با روبوداک به اتاق عمل ببندم. خب هیل مشتی بدیم. هیل که نمیشه بهش گفت، یه سپر مشتی. زود داری میبینی واسه او نمیرسم بیاد هیل بدم. اوجی هیچ، من نمیرسم به این هیل بدم. باختم. آمپول که درد نداره ببندم. برو اونور. ای بود امیدی به من واقعا نیست آجی. هیل میدم بهت، هیل میدم دوستان. برای دست آخر با ایکس مستر میرم، همینی که اینه. آج فهمید یس. آجی نمیگه یه دقیقه ریوایوت میکنم مرد. ایوه من بیشتر خرم مالی کردم آجی. منو بگیرم. خب وقتیشه که ما ایکس مستر رو بیاریم. دقیقا تونم تو مود تیمی و یس یس برابریم. ای وای حالا بخب بخب. وای چطوری زدن؟ what the hell آجی مگه میشه؟ اون نزیت نکن ناموسن. ما اینقدر قوی ناموسن نبودیم. میگن نباشم بخواب از طریق اینا یک کیل بگیریم. فجیل ببم زنبیا یک کیل بگیریم. نه آها بخواب. یس یک یاش. نزن آرین وای میپا وای هنوز جلویم و نمیدونم چرا گیتارمون AFKه. اوی پینگش بالاست آجی، وقتی این حرکت نمیکنه پینگش بالا. ناموسن خشم کردم ایزی بود. Don't revive. Don't. بابا ریوایو کرد. ریوایوش نکن. ای وای. به نازم دست آخری هم بردیم. Here we go. خیلی خوب دوستان، خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. دمتون گرم و حالا میگم اگه وقتم زیاد حرف زدم خیلی واقعا عذر میخوام. حالا سعی میکنم دفعه بعدی کمترش کنم و بهتون قول میدم دست بعدی پارت بعدی با کاراکتر خفن بازی کنم. و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.